سلام. امروز میخوام خدمتتون یاد بدم چطور با استفاده از یک ابزار هوش مصنوعی در عرض 5 دقیقه بدون کار کردن با هیچ نرم افزار مثل پاورپوینت اسلاید کاملا حرفه‌ای و خوبی بسازید، مثل این اسلایدی که من ساختم و این کار کامل سایت برای من انجام داد و این ابزار که خدمتتون میخوام معرفی کنم انجام داد و ازش خواستم که یک جدولم اضافه کنه. این کارم انجام داد برام. خب وارد سایت میخوایم بشیم. اولین مرحله کافیه که توی گوگل اسم سایت رو بنویسیم پیچ و PITCH. اینه که وارد میکنیم این پایین سازیسیون گوگل برامون میاره سایت و وارد سایت میشیم. اینجا از ما میخواد که یک پرامپت یعنی اینکه یک سری دستوری که به هوش مصنوعی میدیم که برامون چه کاری بخواد انجام بده. یه سری قواعد خوب داره که باید اونها رعایت بکنین. مثلا تعداد اسلایدی که میخواین رو میتونین همینجا تو امپرام مشخص کنین، موضوعی که میخواین و اینکه چقدر جدول تصویر استفاده بشه توی اسلایداتون. اینجا اگه وارد کنید، خب ازتون بازم میخواد که وارد سایت بشین و چه بهتر که ما همین اول لوگین بکنیم و وارد سایت بشیم. خب اینجا از ما میخواد که ایمیلمون یا با طریق گوگل اینا وارد بشیم که ما خب همین اول مرحله ایمیل هم وارد میکنم. خب اینجا ویدیو پاز میذارم، برمیگردم خدمتتون. بعد از اینکه وارد سایت شدین، اینجا یه قسمتی داره که این بالا اول به این شکله. این اد پرامپتی که میزنید، این پرامپتی که میخوایم برای ساخت اون پاورپوینت استفاده بشه رو اینجا وارد میکنم که من خب این از چت جی پی تی کمک گرفتم اینجا و ازش خواستم که یک پرامپت راجع به هوش مصنوعی و چینه مختلف رو توضیح بده که خب اگه خواستین راجع به این قضیه هم میتونم راجع به ارز دیجیتال و اون حوزه یه صحبتایی داشته باشم و چیزایی که یاد دارم خدمتتون ارائه بدم. اگه خواستین برام تو کامنت ها بهم بگین. بعد از اینکه این پرامپت رو ما داشتیم، این سیو رو میزنیم و اینو سیو میکنیم. از پایین میایم اون تمپلیتی که برای پاورپوینت رو میخوایم رو انتخاب میکنیم که خب من تمپلیتی که انتخاب میکنم این هستش و این شکل کلی این هست برام میاره. به این شکل هر اسلاید میتونیم ببینین و جنریتر که میزدم اینجا شروع میکنه به ساختن این و اینجا ممکنه چند دقیقه طول بکشه و برای همین من اینجا یک استوب میزم. حالا یه سری توضیح میدم تا این کارش انجام بده. اینجا شما وارد دستورهایی که میخواین و کاری که میخواین انجام بدید، مثل که مثلا یک جدول برام اضافه کن، یک چارت اضافه کن، اینا رو میتونید خیلی دستوری خیلی راحت بنویسید و این خودش اسلاید کارا رو انجام میده. اگه ایراد داد یه ریتی بزنید. اگه مثل من سرعت اینترنتتون پایین بود دوباره انجام میده. چند دقیقه اینجا صبر میکنیم و برمیگردم. خب شمای کلی پاورپوینت هم به این صورت شد و اینجا بازم همطور گفتم میتونید چیزای بیشتر ازش بخواید و تغییر بدید. حتی میتونید روی عکس راست کلیک لازم کلیک بکنید. این ادیت ای آی میتونید حتی تصویر هم تغییرش بدید و خب همینجا خیلی دیگه لازم نیست اینجا وارد پاورپوینت بشیم. تو همینجا میتونیم خیلی کارا رو بکنیم و تو همین دیزاینش یه سری طرح مختلفش رو میتونیم تغییر بدیم، بشه صورت باشه، تصویر کم و زیاد سایه بدیم یا نه. بعد این انیمیشن مختلف مثل اسلاید رو میتونیم بدیم. مثلا رو عکس کلیک کردم اینجوریه، این کلیک کنیم نحوهش رو تغییر میشه داد. و اینجا چت رو داره که میتونید این سری کامنت ها برای خودتون اینجا اضافه کنید یا این سری یادداشت ها و این هم خب این سری چک لیستی میتونید اضافه بکنید. و همچنین اگه خواستید مثل اینجا تکست فایل اضافه کنید میتونید کلیک کنید، تکست فایل میشه جابجا کرد، درستش کرد. اینجا خب عکس فیلم اضافه کنید یا شکل‌های مختلفی بهش اضافه کنید یا چارت براش اضافه کنید. میشه جدول مختلف اضافه کرد و چیزهای دیگه میشه همینجا ضبط کنید و توضیح بدین اگه خواستین.
توی این چت خیلی باز کاربردش بیشتره. میتونید اضافه کنید شماره اسلاید رو توی دایره بر من این پایین بنویسید. اگه فارسیتون خوب نیست از چت جی پی تی میتونید کمک بگیرین، یا و اینکه تعداد اسلاید بر من 10 تا ساخت. اگه خواستین خب توی پرامپتون میشه بیشترش کرد و کامل ترش انجام داد. و اینکه یک نکته بگم، اینکه هیچ وقت توی ابزار هوش مصنوعی با فارسی کار نکنی، چون اون میاد از توی منابع فارسیش اون مطالب رو پیدا میکنه و خب منابع فارسی خیلی در مقابل با زبانی مثل انگلیسی کمتر مطالب براش هست و این کار رو به خاطر همین اسلایداتون خیلی خوب نمیشه و این انگلیسی ازش بخواین این اسلاید کامل بسازه. بعد از اینکه تموم شد و ساخت بهش بگین که convert all to Persian. وقتی اینو میگین میاد این همه اینو فارسی میکنه و ترجمهش میکنه. خب من اسلاید فارسیشو دانلود کردم و توی کامپیوتر خودم دارم به این شکله و میبینیم که کامل زبان فارسی است و اومده تمام شبکه‌های مختلف ارز دیجیتال توضیح داده. خب برگردیم به سایت. برای اینکه بخواید دانلود بکنین باید کافیه که روی سه خط این بالا کلیک بکنین و گزینه اکسپورت پرزنتیشن رو بزنین. میتونین به صورت پی دی اف فایل رو دریافت بکنین و برای پاورپوینت باید نسخه پرمیوم بگیریم، ولی همین پی دی اف هم خیلی خوبه چون تمام تغییراتی که لازم می‌دارین و دیگه لازم نیست پاور انجام بدین، همینجا انجام بدین بعداً برید سراغ پاور. اضافه بود. خب خیلی ممنون که وقتتون در اختیار ما قرار دادین. اگر سوالی، پیشنهادی، چیزی داشته باشین خوشحال میشم که توی کامنت ها ما رو بفرستین. دکمه لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مخلص شما.